یه چیز بهت معرفی کنم، خدایی به درد این روزا میخوره. فقط نگاه کن ببین چیه. نگاه بکن چقدر زیباست این کار، واقعا زیباست، خدایی زیباست این کار. ببین تو دستم نگاه کن، واقعا چیز خوشگلی. کاری نداریم کیفیت نداره، میدونی که کاری نداریم کیفیت نداره، صفحه به این خوشگلی نداره، بند فلزی نداره، اینا رو همه رو نداره. 300 تومنه. خب دروغ گفتم، 2 تومن 3 تومنه، ولی خداییش در 12 تومن نشون میده. نگاه کن چقدر خوشگله. کیفیت الکیه، تره، روشن نمیشه. دروغ گفتم. بیاین بخرید، ما داریم، بیاین بخرید دیگه. ببین چقدر چیزای خوب معرفی میکنم، چقدر خوشگله. خداییش ترشو نگاه کن، بندشو نگاه کن، مدلشو نگاه کن، خیلی خوشگله. خداییش من خودم خیلی دوست دارم. من چون خودم سامسونگشو دارم، بعد خیلی وقت دارم. اون موقع اینا نبود. الان یه دونه دیگه هم دارم فروشگاه، خودم خیلی دوستش دارم، صفحش خیلی بزرگه. 17 مدل دارم و همه بی کیفیت، همه آشغال، همه چینی. ولی چی؟ تو باید از من بخری. تو باید بیا از من بخری، چون من هم قیمت خوب میدم، هم یه چیز میدم که بری دیگه برنگردی. ولی میای من تو رو میبینم. الکی میگم. بری دیگه برنگردی ولی میای لایک کنی.